خب اگه یک گرده باشه من یک گرده خدا برات بتونم چی میکنی؟ مثلا یک گرده تردوش خراب شده نه باز من میگم برو من دیوال دستم خیلی یک گرده خدا من برات بگیرم بسیار تشکری میکنم از نه میگم باز 5 روز 5 مرتبه بر من صبح پیشین سطلای و پرکو بیار از خانه اون داغل کو بیاری نه خیر است گرده نداری میمیری نداشته باشه استاد دیگه کار بیشی ناممکن است دیگه نه حالا مثلا گرده طرف نه هیچ گرده نداره دکتر وقت میگه که اگه گرده تی یک هفته عملیات نکنی میمیری آره بمیری خوب است یا گرده داشته باشی گرده داشته باشه خب من یک گرده خدا برات دادم میتونم بگم گرده مثلا 40 قیمت داره 40 دلار است یک گرده من همین برات من میتونم سایز نه منتها باز روزانه برام خوب صبحم کار کو چاشتم کار کو بیشی درست است میکنی بیشی است خب برای من از خاطر یک گرده هم صبح تا شام کار میکنی بیشی است الله که 2 تا گرده مفت دادید باید دیگه عبادت چه کنیم استاد دیگه ببینید یعنی آدم وقتی که امی گپا را سر از فکر بکنه نه تو بیا مثلا قلبت هیچ کار نمیکرد روزانه مثلا به خون ضرورت داری 1000 سی سی خون باید برات چیز شونه 1000 سی سی خون چند خود باشه در بازار اساس قیمتش خیلی بالا شاید $50,000 شه اینا رو مثلا اگر این خون تو هر ماه باید تبدیل کنی هر ماه تبدیل کنی ماهانه مثلا باید 20,000 10,000 حداقل مثلا فکر کن ما $1,000 باید خون تبدیل بشه به خون نو می‌داشتی نه و تو پیسه هم نمی‌داشتی باز تو می‌کنی ولی طبیعتاً که میمرد انسان خب من پیسه رو باید بتم ما $1,000 بتم باز من صبح تا شام دیگه تو در خدمت ما باش مزدوری می‌کنی طبیعتاً که به خاطر اینکه منافع برآورده شم من باید مزدوری کنم نه خاصی که بمیری مزدور باشی خوب است باز شب باز خانهت میری های خب ها همین می‌کنی مزدوری نه واقعا نه فقط از خاطر خونت نه از خاطر بارک الله برات مفت خونه داده باید شکرگزار و عبادت همیشه نعمتای الله هست هر قسمت تو بیاین حالا باشه از مثلا این تنفس کردن نمیتونستی یعنی تنفس مصنوعی کار داری در یک شبانه روز مثلا $200 تو اکسیژن ضرورت داری نه یک انسان در یک شبانه روز 200 کیلوگرم اکسیژن ضرورت داره اگر باید تو 200 کیلوگرم اکسیژن خود تنفس نمیکنی یه باید میخریدی نه روز $200 میتونی بخری اکسیژن نه نمیشه برای من پیسه دارم ما برات می اکسیژن $200 میدادم تا اکسیژن مفت باز چی میکردی مزدوری میکردی مجبور هستیم باید مزدوری کنیم سرزنی دیگه تو خوب بیل میزدی و گوای کلبه‌ای برات میگرفتم من خدا اگه نه باز اکسیژنت قید خلاص دیگه از بین میرسیم و نال باز ما که برات $200 اکسیژن میدادم چی میکردی خدمت تا نمیکنیم دیگه صبح تا شام بله حالا که الله برات اکسیژن مفت میده هر جایی که میری اکسیژن پر است ما شکرگزار باشیم دیگه کردی شدم روز شکر همیش میگم اقسام روز گفتی الله شکر که برای من اکسیژن دادی گفتی کدام چرا نیست کی گفتی چه وقت گفتی همیش دعا نماز بخونیم دعا یادت است یادت است کدام روز گفته باشی شما باش کنید سعی کنید مثلا دو چشمی در یک حادثه یعنی در حادثه ترافیکی دو چشمت از بین میرفت بله ها چشم نمیداشتی کور هستیم دیگه نابینا میشی دیگه میرفتی دیگه هیچ هم تو درس هم صحیح خواندن نمیتونستی اون نابینایی که سابقا است در خودترکی قرآن حفظ میکنه آدم در پیری نابینا شد در جوانی و تا 20 سالگی خب نابینا میشی میرفتی مثلا یک شفاخانه برات میگفت که من 20,000 یورو بده من تا چشم نو برات عملیات میکنم 20,000 یورو از کجا میگیری پیدا کردن نمیتونی غریب باشیم پیدا کردن نمیتونی ما تو میگشتی دیگه به چشم و مجبور دیگه باز اگه ما برات 20,000 یورو رو میدادم برات میگفتم برات میدم منتها تو باید چی کنی در خدمت ما باشی برای در این صورت هم خوش میشیم و بعض وقتها حتی در مجلس های بزرگ شما را یاد میکنیم و شبها اگر از خواب بیدار شیم باز خوشحال میشیم که فلان شخص به ما چشمه توفه و یا هدیه کار میکنید این صبح بله کار هم میکنیم هر کاری که میگفت میکنیم الله کال بر دو چشم دادم تو مفت و شکرگزاری او را باید ما و تمام جوانا و تمام مسلمان داشته باشیم یعنی ببینید که یعنی یک ساعت که آدم درباره اعضای بدن فکر میکنه شما حداقل بشینین یک سوال بکنین از وجودتون مثلا یک روز بگو خب چشما دارم اوه زیر چشمانه اگر نمی داشتم گمان نیک چه وقت بر انسان پیدا میشه حداقل اگر انسان
یک 5 دقیقه درباره چی فکر کنه؟ درباره وجود خود فکر بکنه. شما اگر درباره وجودتان فکر بکنین و ببینید که الله متعال بر تو چقدر نعمت ها را داده، چقدر نعمت